نکاح کردیم در ایران و اومدیم در خوابگاه سمت مرز ایران و ترکیه. اینجا در خوابگاه یک سه چهار تا همی خوابگاه چیا میخواستن دایی دست اندازی کنم فلان. نصف شب ساعت 3 بجه شب بود. ما از خواب خستم میگه که تو وقت ما یک 5 دقیقه پیش زنت بخوابم. ما آدم اگر می سری که در روی گردنم هست یعنی میره بزنم خلاص بازی کارو بکن. بازی سه چهار نفری در سر ما خست ما را تلات کوب کرد. حتی تا 2-3 ماه زیر چشمم سیاه بود. بعد خلاصه همینجا ما گفتم ما این ناموس ما است، شرف ما است. گفتم ما و تا آدم هم نیستم که شما بخوای بازار بکنی. گفتم ما را بکش بازار کار کنی. خلاصه اینا دیدم بالا کوب نمیشه. باز خلاصه جان ما را اله کرد. ما قریب 13-14 روز در خوابگاه بودیم. بعد خلاصه ما را از اون کشیده آمدیم در مقصد خود رسیدیم. بعد از این خوب بود. اولا که خوب بود بازی هم مثلا بگیم سنش خام بود در اشتباه بگیریم این هم نمیشه. بعد خلاصه گذشت بچه کلانیم به دنیا آمد. یک بزرگ شد بعد از 2 سال شد. باز در بین از این تا بچم یک بچم سخت شد. دیره در لای بیادر دیگه خود نگفتم از یادم رفته بود. یک بچه در وسط زمین خورده بود کمرش در لبه راپله خورده بود. بچه سخت شده بود. بعدی بسیار در وقت تشویش میکرد که ما یک بچه دیگه میخوایم که او بچه که سخت شد فکر میکنم گناهش در گردن عذاب وجدان گرفتم یک بچه دیگه میخوایم. گفتم صحیح است. خلاصه گذشت زمانی که باردار شد دوباره بچه دومیم در بطنش بود. بسیار مثلا زیاد بهانه میگرفت نمیدونم سر چیزای ناخنق دوا میکرد فلان بود. حتی قبل از حاملگیش 2-3 بار ما را در حوزه برده و پلیسا ما را رد کوب کرد از خاطر اینکه مثلا تو زنت چرا این گپ زدی. مثلا ما میگم تو قدو بچه فلانی در کوچه چرا گپ زدی. این کلان جنگ درست میکرد. میگفت تو قدازی بچه در تیک تاک بچه در اینستاگرام بچه پیام بازی کردی. کلان جنگ جور میکرد که تو به ما اعتماد نداری ما به تو خیانت میکنم. همین هر دفعه جنجال میکردیم پای ما در حوزه میرفت. حوزه ما را نقنق رد میکرد. خدا شاید یک پیر قسم ما را پلیسا زد. میساق پایم سیاه بود. این قصهش هم گفتم حتی در سایب کار خود دروغ گفتم که این ما قد ترکا جنگ کردم. اونا شراب خورده بود به خود نبود. پلیسا ما را لد کرد. نمیگه که زنکه رفته ناقنق سر پلیس شور خود برده در حوزه ای را لد کوب کردم. باز خود ما گفتم خیر است دیگه. گفتم پیش می روزا گذاشتی بچه خوب به دنیا آمد. دیدم که اون وقت در پاپچی زیاد مصروف بود. یعنی ما که شب ساعت 12 بجه خواب میکردم یا 1 بجه این تا 6 بجه صبح در پاپچی بود. یکی را پیدا کردم نامش حشیش بود. در اسم مجازیش اما نامش میلاد بود. در عربستان سعودی بود. با ای که جور شده بود طفلای خود گفته بود که چی اینا بیادرایم است. زمانی که ما سر کار میمدم با او گفته بود که این مادرم پدر ندارم مادرم از سر کار آمد. ما هم داشت اعتبار کرده بودم. گفتم فکر نکنم با 2 تا اولاد دیگه آدم خیانت کنه. بعد همون روزا بود که مثلا از سر اسکله ساختمانی افتادم پایم شکست و خلاصه خانگیر شدم. یک روز صبح خستم گوشی در دستش خواب رفته بود. 7 بجه 8 بجه صبح گوشی رو نگاه کردم دیدم قرضی پیام بازی کو دیگه سکس چتایشون بگی ویدیو کالایشون بگی عکسای لوجشون بگی لباسایی که ما با شوق و ذوق برایش خریده بودم با او عکس بگی با او روان کن دیگه عکس از جانشان هر چی بگی که ما دیدم قچشم. باز خلاصه ما باز 2-3 روز بخی جگرخون آخر فکر کرده گفتم از خاطر اولاد اون 1 سالش بود. 1 سال هم نبود ببخشید 8 ماهش بود. دیگه گفتم خیر آدم زاد اشتباه میکنه اولادایم خورد از گناه دارن اینطور